تو قدر امکان او را ناراحت نکرده تعقیب میکنیم. حالا یگان مشکلی نیست، اما چی؟ بله تو را گوش میکنیم. دعوای الونندج شاید برایمان مشکلی شود. چخیل؟ فواد کایا داماد محسن دمیر، یعنی سابق دامادش، ادوکاتی که برای دستگیر نشدن الوان سببگار است. خیر دوام ده. برای حبس نشدن آن زن این کارها را از نظر میگذراند. فهما آمد به سرم از آنچه میترسیدم. از دست ما هیچ کار نمی آید. فکر میکنم که یک راه هست. اکای رمزی سلامت باشید. چی گفتید که پلیس خرید بود که هنگام کشادن دستبند عذر میپرسید؟ تمام چنگیز چه خطایی شده است اما گذشت. سوزن ینگا به شما چی شد؟ خوب نمی نماید، رنگتون پریده است. لطفا خودتون رو احتیاط کنید. خدا مددگارتون بوده پا. سلامت باشید. سلامت باشید. رفت ماشین رو به این طرف بیار. من سهر بر وقت با ادوکات وا میخورم. اکای رمزی از برای خدا اپام را حبس کنند به شما چی فایده می شود؟ اکای طاهر برمیگردند، مانید به فرزندانش مادری کند. هرگز تو به این کار دخالت نکن دخترم. وی دادری مرا کشت. دادرم جان و جگرم را به خاک یکسان کرد. فهمیدی؟ جنایتش بی‌جزا نمیماند. اکا شما با او اهمیت ندهید. سفسته میگوید. رفتیم راه کرد. بیایید میرویم. این را خلانم باز خون براید. آن روز به من دست برداشتی، باری دیگر اگر اون دستانت رو برداری شکاف میکنم. سنم؟ تو چی کار میکنی؟ در دستت چیست؟ چیست؟ سنم تو چی کار میکنی میگویم؟ مرا ببخشید، عذر میخواهم. سنم باری دیگر این کارت رو نکن. اگر باری دیگر این کار رو کنی زود به مادرت میگویم. با شما وعده میدهم که باری دیگر نمیکنم. وعده میدهم. خب کن که با تو تمام عمر گپ نمیزنم. فهمیدی؟ یک طرفیست تو. یک تویم. اینها رو او به تو میکرده؟ او؟ من تو رو به کی امانت کردم؟ وعده میدیم که من بد کسی به تو نمیرسد. مالش Gün ardınca boynum
Yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim. سرای دخترم ها گوش کن. اینجا برای خودم ناومدم. شاید تکراران حبس شوم. با حبس شده بر اومدن نتوانستن هم هست. شاید تو رو باری دیگر نبینم. حالا سخنهایم رو با دقت گوش کن. اگر من حبس شده بر اومده نتوانم بدون که دادرت به تو امانت است. آن خانه و ترتیب و نظام از آن تو و سلیم است. اینجا کلید خانه است. در بانک یک مقدار پول دارم. کد کارت باشد سنه تولدت است. 2105. این چی لازم است؟ تنها مرا گوش کن. اجاره پولی رو پیش پرداخت کردم. 1 سال کسی ناراحت نمی کند. بعداً تو خودت کار میکنی. من از درون تا قدر امکان دستگیری میکنم. اما امیدوارم که این لازم نمی شود. فهمیدم. اما به شما احتیاج نداریم. من خودم دادرم را نگاه و بین میکنم. سرای دخترم، من از تو راضی هستم. تو هم از من راضی شو. التماس. شیرینکی من، شو دختری من. چنگیز، مگر در بارون ماشین رو میشویند؟ اسراف است. آب رو اسراف کردی. به خدا که ضرر است. تو خود ضرر هستی زنک. بین به مانند لختک شد. خودت را اینقدر نمیشویی.
خیر من میروم. باز با کجا میروی؟ امروز دادگاهی اپا هم است. من رفته سلیم رو نگاه و بین میکنم. تو حالا با آنجا بسیار میروی، بسیار. او را امروز حبس میکنند. نه این طور نیست. ادوکات بسیار امیدوار کرده است. گفته است که اگر به دادگاه نآید بعد مغلوب می شود، یعنی حبس می شود. فهمو. خیر به شما شب خوش و خواب نغز رو تمنا دارم. آخر چرا با تو صحبت میکنم؟ بد زبون. وای پسری عمک، تو در اینجا چی کار میکنی حیوان؟ اوه آرام شو چمپیون. آمدم تا آیده حسابات معلومات گیرم. همش همین است. حساباتی چی؟ حساباتی تو بر وقت به آخر رسیده است. کنی از اینجا رو. من حالا به تو نشان میدهم. یه دف شو. دمت را گیر. حاضر سرت رو میکفانم. بیایید اکا. رئیستان کجاست؟ در حجرش. استو. وای 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 جنابی تمیر، تو با طرف های ما هم می آمده ای؟ من با تو کار دارم. کار بسیار مهم است. هیچ گپ نی. حال میکنیم. با من بیا. ای بچه با ما دو چای بیار. خوب شد است اکا. الوان چه حال داره؟ طبعت خوب است؟ کوشش میکنم تا که خوب شود فؤاد. امیدوارم که همه چیز خوب میشود. خاطر نشو. از دستم چیزی که آید همش را میکنم. میدونم. اگر خواهی برای گرفتن تو بیایم. نه من با ماشین راه میآیم و نیم ساعت نشده به اونجا حاضر میشم. مالش به تو چه که معقول باشد. این طور باشد در درآمدگاه وا میخوریم. باز دیر نکنی ها؟ میدونی که وضعیت نازک است. میدونم. تا بازدید. خدا کشایش کارت را دهد. با خبرهای خوش برگرد رمزی. امروز روز تاریخی است. خدا جان الها علما حبس شود. انشالله سوزان، انشالله. امروز روز تاریخی است. دعایت را کنده نکن. خیر رو. روی سفید. خیر رمزی جان. خیر. تو بازدید. روی سفید. خیر. الو. ینگه سلام. من تیما هستم، رفیق چنگیز. ها چی میگویی؟ امیدوارم که خبری مرگش رو میگویی. نه از این هم مهمتر. آن روز به خانه تان دزد در اومده بوده. به دزد چی شده است؟ من خوب میدونم که این کار کیست. چی کرده است؟ طریق تلفن گفته نمیشود. باید روبرو واخوریم. همه چیز رو به شما نقل میکنم. ای ریفت اومد. اکا خوش آمدید. سرای تشکر. خسته نباشید. تشکر. سلام. تینجی است یگون گپ شده است. نه از اینجا میگذشتم و گفتم یک خبر گیرم. فهمو. امروز روزی دادگاه است. از تو خاطر شدم، خواستم خبر گیرم. خوب هستی؟ خوبم خاطر نشو. برایت یگان نوشاکی بیارم. نمیدونم در اینجا چی می نوشند. کدام نوشاکی مشهور است؟ لیموناد یا آبی افلیسون؟ لیموناد خوب است. خوب مایلش بگذار لیموناد. مایلش. فهمو. یک قدح لیموناد دهید. خانم سرای مرحمت منم. این برای شما. به اینجا امضا گذارید. خوب. شفای کامل بگذار من بعد همه چیز مثل تو زیبا شود. عطیف. اکا حالا میبینیم سرای همش زیبا میشود یا بیزیب. این دفعه خیلی بد شد. جناب عطیف گلهایتون رو به خانم سرای رسوندیم.
саломат бош. ташаккур. рафиқон хонум инҷи каме дер мекунад. мо ҷаласаро оғоз мекунем, он кас меояд. албатта ҷаноби атиф. бале, гӯш мекунам. ана ин гузоришҳои меҳмонхонаи хурди мо. хонум инҷи омаданд. мутаассифона хонум инҷи намеоянд. ба ҷояшон ман омадам. нафаҳмидам илис, чаро хонум инҷи намеоянд ва ту дар ин ҷоӣ? ба фикрам ту хабар надорӣ. аз чӣ хабар надорам? ман мудири нави фурӯш таъин шудам. куҷо шудӣ элван? хавотир нашав, бародар, ҳоло меояд. зудтар. салом ҷаноби фуад. барори кор. саломат бошед. шумо ҳам. чӣ шуд ҷаноби адвокат? ё ин ки мизоҷат наомад? аз мо тарсида гурехт? мизоҷи ман аз касе тарсе надорад ва каме пас ба инҷо меояд. дар толор во мехӯрем. албатта во мехӯрем. ва мехӯрем. бародар, ба хонум элван занг занем. агар наояд, аҳволамон бад мешавад. ҳама омодаанд, ӯ наояд, ҳабс мекунанд. کاری خوبی کردی. تشکر اکا. адвокат ки занг мезанад, аниқ хавотир шудааст. вале ба додгоҳ дер мекунед, хонум элван. афсӯс. кош ки боз зиндонӣ нашавӣ, элванҷон. боз занг мезанад. шояд додгоҳ сар шуда бошад. занг ки мезанад, ҳанӯз сар нашудааст. ба зудӣ аз ин халос мешавем ва духтарашро оҳиста оҳиста аз атиф дур мекунем. танер, зуд бош элван. ҷавоб намедиҳад. дар инҷо чӣ гапе ҳаст? чизе шудааст? хайр наомад, аммо чаро ба телефонаш ҷавоб намедиҳад? бале, боз охири ин кор ҷудоӣ аз фарзандонаш аст. боз инро чӣ хел ба додистон мефаҳмонем? фаҳмода наметавонем. фарз кунем ки наомад. ба фикрам меояд. иншоалло намеояд. фотеҳ каме пас медароянд ака. фаҳмо, аммо ту бодиққат бош. агар ягон чиз шавад, хабар диҳ. чӣ шуд? чаро наомад? фаҳмид ки боз ҳабс мешавад, аз тарс гурехта? салим, чӣ хел аст?
آفرین. یک لحظه. الو؟ الو سلما. سلام جناب فؤاد. اگر در نزد سلیم باشه کوشش که پای نبرد. آیا با ایوان یگون چیز شد که به دادگاه نآمد؟ نه خبر ندارم، اما از رفتنش خیلی وقت گذشت. خدایا عقل من هم خواطیر می شود. فهمو اگر یگان خبر شنوی به من پیام فرست. حالا تلفن را خاموش میکنم. فهمو خیر. خدایا توبه. تمام برادر آرام شو. Advokat Fuat Kaya, advokat Yaman Turkoğlu, advokat Orhan Temirel, Elvan Andaç, Ramzi Andaç. این عیب من است. باید از خانهش گرفته همراه می آمدیم. چرا خیلی فکر میکنی؟ گناهگار شونده الوان انداج. خانم سودیا، او حالا در راه است. البته می آید. شاید کمی انتظار شویم. اینجا دادگاه است. مگر جای بازی است جناب ادوکات؟ به این هم آزاد شدنش ناحقی است. شما ترتیبات دادگاه رو ویران نکنید. میدونید که در دادگاه اشتراک نکردن مزاجتون چی نتیجه داره جناب ادوکات؟ همین طور نه؟ بله خانم سودیا. چرا اینقدر بسیار دوام کرد؟ بسیار دوام نکرد. تو خود کمی عصبی هستی. قرار عیبدار شونده الوان انداج دعوت جلسه یکمی دادگاه رو به این نوبت نگرفت و حاضر نشد. قرار برآورده می شود که دستگیر و حبس شود. قرار فرستادن حجت‌هایش به مدیریت امنیت فتح سپرده می شود. تشکر. سلامت باش. انیقی به یگان حادثه دچار شده است. فهمو ولی اکنون چیکار میکنی؟ نمیدانم. حالا در مسئله احوال الوان خواطر هستم. حق هستی؟ نمیدانم که کدامش بد است. دستگیر شدن الوان و یا اینکه مصیبتی به سرش آمده که برای به دادگاه آمدن مانع شد. عدالت الهی است که خود با اسلوبش به محبس می رود و عذابش را می کشد. وضعیت را دیده و دانسته نآمدنش ترس کوه را انتظار خواهد کرد جناب ادوکات. قرار برآوردند که آن زن دستگیر شود. او را هر کجا یابند دستگیر میکنند. خوش خبر. کفایه از اونجا نیست شو. نهایت طریق ما میرویم. تو میدونی باید چی کار کنی. اگر باهوش آید چی؟ باهوش آید هم. چه خیل؟ عجایب. انه این خیل؟ اکنون چه خیل است؟ این هم خوب است. پدر به سیر و گشت می رویم ها؟
البته میرویم دختری زردم. درهای ماشین را میکشویم و موسیقی را تا آخر بلند میکنیم و از مرغ کباب تیار میکنیم. پای جامعه هایمان را میپوشیم. از پمیدور خورش تیار میکنیم. تو زهر خور، مگر تو بغیر از خوردن دیگر چیز را نمیدانی دخترم؟ با کودک چون این چیزها را نگو. تو باز با اپت زنگ میزنی؟ زنگ زن. انیق جواب نمیدهد، برای آنکه گریخته است. برای چی گریزد؟ آخر سلیم را تنها نمیگذارد. پلیس آمده است. باز کی جنایت کرده است؟ به خانه ما آمدند. ما با پلیس چی کار داریم؟ شام بخیر خانم. مرحمت. ما الوان انداج را میجوییم. اگر با مادرت صحبت کنی بگو که تسلیم شود. این کارش خوب نیست. آخر تا کجا میگریزد؟ نه جناب مأمور، این دختر با مادرش نه وا میخورد و نه صحبت میکند. اگر شنویم و یگان خبر گیریم حتما شما را خبردار میکنیم. البته آخر شوهرم دعواگر است. ما دعوا کردیم. حبس شدنش را انتظار بودیم. اما گریخته است. پدر جان، پدرم را اغوا ناندازید. خاموش شوید و دخالت نکنید. با جنایتکار کمک کردنم جنایت است. این رو بدانید. نه جناب مأمور، ما قاتل را در خانه نگاه نمیداریم. این دختر تا حال عذاب بی‌پدری را میکشد. من به شما گویم که اگر کشی هم مادرش را دستگیری نمیکند. شما در خانه یگان زنی را دیدید که با او زندگی میکرد؟ شما فکر این را نکنید. حتما رفته میبیند. شام بخیر. فهمو رفته بینه، خسته نباشه. اکنون چی میشود امک؟ چی هم میشد. در کجای بینن اون بدبخت را دستگیر میکنن. اکنون رفتیم به خانه. دروی رمزی، رفت کجاست؟ با رفت چی کار داری؟ شاید با رفیقانش وقت میگذراند. تو دختران را صاحبی کن. دختران را درا. اینجا بهوده وقت میگذرانید. او در اینجا نیست. در بالا کسی نیست کماندان. کماندان، آخر من به شما گفتم کو. آخر به من نگاه کنید. من به جنایتکار مانندم؟ من به شما میگویم او به نزد ادوکاتش رفته است. کمی شرم دار. جناب مامور، اپای من فرزند بیمارش را ترک کرده به یگان جا نمی رود. آخر او به چه مصیبتی گرفتار شده است؟ اگر معلوماتی پیدا کنید ما را آگاه سازید. تو به کجا؟ اینها را میسنجم و هوای تازه میگیرم. دلگیر شدم. پدر من هم میایم. نمیشود دخترم. من پگاه تو را به سیر میبرم. فهمیدی؟ خیر. سلما دیکمین. بله، نو از حبس برآمده است. فهمیدم. خوب، سلامت باشید. تو هم نو از محبس برآمده ای؟ با الوان انداج در محبس شناس شدی؟ ها، بله. با تو گفت که به کجا می رود؟ خبر داری که او در کجاست؟ نه، نگفت. نمیدونم. چخیل نمیدونی؟ شما در یک خانه زندگی میکنید؟ مادر آرام شو جانم، آرام. گوش کنید جناب پلیس. من ادوکات الوان انداش هستم و خانم به شما گفت که خبر ندارد. این طور راست ایستاده پرسجو کردن خوب نیست. اگر سوال داشته باشید به من دهید. سوالی دیگر ندارم. بسیار خوب. بیا میرویم. الو یمن، در کجایی؟ من در همین شعبه‌ام. میخواهم معلومات بگیرم. اکنون چی میشود؟ حالا راهبری نوبتداران را انتظارم. از او میپرسم. در چنین وضعیت قرار اوید به الوان را عملی میکنند که در کجایی نبینند دستگیر میکنند. مادر آرام شو جانم، همش خوب است. به خدا که نمیدانم. تا امروز به چنین احوال روبرو نشده بودم. من هم در حیرت ماندم. خاطر نشو، مادرت میآید. سلامت باشه جانبی فؤاد. تشکر. تو هم سلما، اگر یگان دگرگونی شود به من خبر ده. فهمیدی؟ البته خبر میدم. شب خوش. شب خیر.
شام بخیر. با شما نیست. جناب فؤاد هستید ها؟ یگون خبر هست؟ از او. مادرت را میپرسی؟ حالا یگون خبر نیست. دیگر چی هم میشد؟ خانم الوان باز یک جاهلی کرد. سرای مگر با مادرت کمی ناحقی نکردی؟ ذره فکری مادرت را نمیکنی؟ چرا فکرش رو کنم؟ آیا او فکری ما رو میکند؟ سحر به نزدم اومده یک دنیا گپ زد و من به او گفتم که به این کودک وعده که وفا کرده نمیتوانی نده. گوش نکرد. باز از یک کنج حیاتمون در اومده زندگیمون رو محو کرده گریخته رفت. علمانی که من میشناسم تا امروز از یگان چیز نگریخته است، نمیگریزد. برای آن که فرزندانش برای او مهمتر است. اگر به یگان مصیبت دچار نمیشد امروز به دادگاه نمی آمد و خود را سفید نمیکرد. باور کن برای از شما جدا نشدن به همه چیز تیار است. تو نه خود مادرت را نشناخته باشی. شناختم، بسیار خوب شناختم. یک چند سال پیش خود را بسیار خوب معرفی کرد. حالا من باید سلیم رو ببینم. شام بخیر. شام بخیر. شما تا حال در اینجا هستید؟ قماندان امر کرد که انتظار شوید. خسته نباشید. تشکر. وای این شام وقتم آمد کرده است. تو کستی؟ دور شو. من هیچ کار نکردم. رفت دف شو. رفت گفتم دف شو. با خدا هیچ کار نکردم میگویم. من در کجایم؟ خیریت. جواب ده الوان. الو الوان چه حال داری؟ در کجایی؟ فؤاد نمیدونم که چی شد و در کجا بودنم رو نیز نمیدونم. التماس به من یاری ده. فهمو آرام شو. الوان حالا خود را آرام کرده. در کجا بودنت را به من بگو. نمیدونم اما در جایی هستم که به مانندی بوغ است و از جایی ایستادم کپروک رو میبینم. حاضر میآیم خاطر نشو. فؤاد التماس به من یاری ده. من خوب نیستم. معاین کردیم که الوان انداش در کجاست. همه با ماشین. برادر
илваро ёфтам. ду гурӯҳ барои дастгир намудани ӯ ба роҳ баромад. зуд коре кун, вагарна ӯро дастгир мекунанд. фаҳмо, ором шав. охир намедонем ки ӯ куҷост. Чӣ хел ором шавам? ман медонам. хавотир нашав. дар куҷое ки набошад модаратро дастгир мекунанд. агар дастгир кунанд мо чӣ кор мекунем? ман бо ин фарзандам чӣ кор мекунам? ин кӯдак чӣ кор мекунад? ту каме ором шав. модар. дидӣ? модар. додарҷон, модар нест, аммо ман ҳастам. ман туро лаҳзае тарк намекунам, фаҳмидӣ? хавотир нашав. модар. модар. кист? амакам. лабай амак. сераи духтарам, занг задам то кай ба хона омаданатро бидонам. меоям амак, меоям, аммо хостам ки каме бо Салим машғул шавам. машғул шав духтарам, бо додарат вақт гузарон. ҳатто ба ҷои ман ҳам кӯдакро бибӯс. як чизро пурсиданиам вақте ки ба хона омадӣ. майлаш, дар хона суҳбат мекунем. майлаш ҷонам, агар пешгирӣ накунем намешавад. бояд огоҳ кунем. бисёр хуб мешавад рамзӣ. албатта суҳбат кун. ҷавони беақл аст, баъзан чӣ кор карданашро намедонад. боз каме фикрҳои ҳавоӣ ҳам дорад. агар ту назорат намекардӣ, то имрӯз чӣ корҳое ки намекард. чингизе, аспатар зерад. силоҳ дорӣ, аммо танҳо арӯс надорӣ. ҳеҷ гап нест, ҳаёти ту зебост. оҳо, элванро бубин, ҳамаро ба худ ҷалб кардааст. фуад, элван, хуб ҳастӣ? хубам. ба мошин савор шав. исто. чӣ? полис меояд. ин тараф биё, зудтар. мо чӣ мегурезем? ман нафаҳмидам. ба боғош даро. дароз каш. хуб шудааст. хуб ҳастӣ? хубам. шумо он тарафро аз назар гузаронед. хуб қумандон. шом бахайр ҷаноб. шом бахайр ҷаноби полис. бубахшед, як лаҳза аз мошин фароед. илтимос. шиносномаатонро пешниҳод мекунед? шиносномаи ронандагӣ мешавад? албатта мешавад. марҳамат. шумо аз замин атроф ҳастед? ҳа, бале. қумандон, дар ин ҷо касе аст? як лаҳза интизор шавед. биё. баро. ба худо ман ҳеҷ чиз накардам. чӣ шудааст? дар ин атроф ягон занеро дидӣ? не, ба худо надидам. аниқ? ба худо надидам, нашунидам, ҳеҷ чизро намедонам. роҳ гум шав. хуб ҷаноб, шумо рафтан гиред. шом бахайр ҷаноби полис. шом бахайр. акнун қафоро аз назар мегузаронед. ба ин ҷо биёед. ҳолат хуб аст элван? хубам.
کمی انتظار شو که حالا دور نرفتیم. تمام البان دور شدیم. اکنون میتوانی برخیزی. در اطراف کسی نیست. خلاص شدیم. در حال حاضر بله. به اینجا امضا گذارید. خوب. خدا شفا بخشد. اکنون همش مثل تو زیبا می شود. عطیف. اکا. حالا می بینین سینا همش زیبا می شود یا بزی؟ ای جوان، در این بیوقتی چی کار میکنی؟ چیکار کنم اکا؟ نشستم. بیا سوار شو که اکا تو را تو خانه‌ات ببرد. نه اکا حالا تابم خیر است، با من کار دار نشوید. چی شد؟ بازگان مشکلی هست؟ اصلا باید اید کنید. باید الوان رو حالا دستگیر کرده باشند. نه، ینگه الوان رو نیفتند. گم شده است، نیست. نخود شغال رو دیدی گریخته است. از برای خدا این زن همه نیرنگ را دارد. این بی خدا جای شیطان را نیز میداند. مایلشه که خیر من میروم تو بازدید. های بچه، من تو را فهمیدم. با تو عروس نمیرسد. اکا شما چی ها میگویید؟ ای بچه، با این نه با اون نمیگویی. خودش با تو چی شده است؟ با ماشین سوار شو، تو را به خانه‌ات میبرم. سوار شو، ناز نکن. انا همین خیر مثل افسر شدی. بگیر بینوش. بگیر. اون زن در اطراف نیست. به خدا که نیست عطیف. گم شده است. چی خیل نیستی رای؟ همین طور یگون کار نکرده میستیم. یگون کار کرده نمیتوانیم. چی خیل نمیتوانیم؟ اگر پلیس دستگیر کرده باشد یا با یگون مصیبت دچار شده باشد ما اینجا میشینیم. عطیف التماس، من حالا از نزد سلیم اومدم. سرم گرم شده است و مونده شدم. بهترش اوید این گپ نزنیم. مالش جانم. آخر من برای خاطر تو اینها رو گفتم. مالش بهتر صحبت میکنیم. اگر از دستمون یگون کار آید کنیم گفتنی بودم. نه، در حقیقت نمیتوانیم. خیر، من به خونه آمدم. باید تلفن رو خاموش کنم. مالش جانم. فهمیدم. خوب، من تلفن رو خاموش میکنم، بعد صحبت میکنیم. شب بخیر. سیرای لبای. تو رو بسیار دوست میدارم و این رو هیچگاه فراموش نکن. فهمیدی؟ فهمو، من هم تو رو. تو رو ترسوندم. نه، در این ساعت تو رو انتظار نبودم. برای خود قهوه تیار کرده بودم. دیدم که در کار کسی نیست. روز به نزد تو اومدم. بسیار خوب کردی، اما من در حقیقت باید روم. فهمیدم، اما من اصلا پرسیدنی بودم. با شرکت سیاحی مجلس داریم. آیا تو با اون مجلس اشتراک میکنی؟ اگر اشتراک کنی تو رو به حساب گرفته با اونها مصلحت کنم. حالا میبینیم، مصلحت میکنیم. عطیف، تو خوب هستی؟ وقتای آخر پریشان مینمایی. خوبم، یگون معما نیست. خوب، با دوست داشتت یگون معما نداری؟ نه، لیکن تو این رو از کجا برآوردی؟ ندانم، اما وقتای آخر کمی حسیاتم پرزور شده است. زود حس میکنم. به مانند چی؟ یعنی من هم از دوست داشتم جدا شدم. من خواستم که جدا شوم. این وقتا عصبهایم آرام هستند، اما عصبهای تو کمی ناجا هستند. مناسبتی من با سیرای بسیار خوب است و جدا شدن فکری آخرانم هست. برای من رو ظاهر کردن تشکر. بسیار خوب.
اگر قدر یکدیگر رو بدونید معما نیست. میدونیم و از حد زیاد میدونیم. و تو شبی خوش. با خدا با خرجی که به چرخی این ماشین کردم گو خریده میتونستم، اما به من حلال با چنین ماشینی که من دارم. در محله چنین ماشین کسی ندارد. خیر خلاص تو دختر رو دوست میداری، من باشد این را دیگر یگان حاجت ندارم. گوش کن تنظیم آواز رو ببین. میدونی که در کنسرت ترکان چنین تنظیم آواز وجود ندارد. کی چینگیز شما کمی خاموش میشوید. دادر گوش کن، تو با موضوع عروس تبتر شده ای ها؟ او شو یادت دروست. خیر او کیست؟ من او را میشناسم؟ نه اکا نه نمیشناسید. Sal beni, kaybettim kendimi. Ne olur bul beni, yoruldum, halin yok. Sen gel de al beni, feryada gücüm yok, feryatsız duy beni. Sevenlerin aşkına ne olur sev beni, aşkına. انا همین طور. ای بچه تو چیکار میکنی؟ شما هم نینوشید؟ نه تشکر. Bu feryat, bu hasret öldürür. Aşk beni uzaktan olsa da razıyım. Sev beni, razıyım. Sev beni. خیر دادرشان بخیر. با پدرت سلام بگو. خوب شده است. با مادرت هم سلام بگو. خیر کتاب بازدید. تا بازدید. خیر اکا خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوبم با من چیزی نشده است. با من یاری نده. تو حال از من رنجیده ای؟ خدا نکند خانم زیرای. من کیستم که از تو رنجم؟ کیستم؟ این چگونه سخن است؟ تو جانی من هستی. جانت هستم؟ البته جانی من هستی. تو اکای من هستی. اگر تو هم این خیل کنی من چیکار میکنم؟ چیزی که خواهی بکن. چی را که دانی همان را بکن. به این هم همین خیل میکنی. چی را که دانی همان را میکنی. اما همین را بدان خانم زیرای. همش بسیار خوب نمیشود. رفعت امک جان، پسرم این چی حال است؟ امک جان در نزد در واخوردیم. چرا در کوچه میستید؟
شما چی درد دارید؟ به خانه درآیید. پدر، من و سرای چی درد هم داریم؟ چی درد داریم من و سرای؟ تو از کجا آمدی؟ رفیقم از خدمتی حربی آمده است، با او کمی صحبت کردیم. درا آیا تو میدونی این چی درد دارد و برای چی اینقدر نوشیده است؟ نه به خدا من نمیدونم. فهما جوان است. خیر. سلیم چه حال دارد؟ سلیم خوب است، بد نیست. خوراکش رو نخورده است، من رفته خوراندم. بسیار خوب کردی. از مادرت یگان خبر هست؟ بعد وقت زنگ زده است، در کجا بوده است؟ نه زنگ نزده است، وای هم نمیدوند. شما چیزی گفتنی بودید امک؟ ها، این حیوان به چنین حال آمده فکری مرا پریشان کرد. دخترم، میدانم میخواهی که دادرت را خبر گیری، اما آن زنی از محبس برآمده کی است؟ دزد است، دیوانه است یا قاتل است؟ ما نمیدانیم که وی کیست. خلاص میخواهم بگویم که من برای در آن خانه ایستادنت راضی نیستم. مایلش رفته دادرت را خبر گیر، احتیاج داشته باشد یاری ده و به خانه من برگرد. اینجا خانه تو است. فهمیدی دخترم؟ فهم امک جون، خاطر نشوید. اکنون رفته خوب کن. رو. مادر، 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 مادرم، مادرم. خوب هستی؟ خوبم. فقط من باید روم. شاید سلیم خواطر شده باشد. الوان کمی آرام شو. آرام شده نمیتوانم. آخر سلیم، من باید پسرم رو ببینم. فقط نمیشود الوان، تو را سر نمیدهم. در نزدیک خانه 2 پلیس انتظار توست. به خانه همه در آمده تو را جستجو کردند. حالا چی شد؟ به من نقل کن. چی ها شد؟ در کجا بودی؟ کوشش میکنم تا که خوب شود. امیدوارم که همه چیز خوب میشود. خاطر نشو. از دستم چیزی که آید همش را میکنم. اگر خواهی برای گرفتن تو بیایم. نه من به اتوبوس سوار میشم و نیم ساعت نشده به اونجا حاضر میشم. مایلش به تو چیزی که مقبول باشه. اینطور باشد در درآمدگاه وا میخوریم. باز دیر نکنی ها؟ میدونی که وضعیت خیلی نازک است. میدونم. سردید چیکار میکنید؟ سردید منو. شما کیستید؟ مرا سردید. دیگرش رو در یاد ندارم. شاید خیال باشد، اما در جای تاریک بودم. آواز می اومد. بعدن نمیدونم، وقتی که چشمم رو کشودم خود رو در باغ دیدم. فهمو کسی نمیخواست که تو در آن واخوری اشتراک کنی. اگر نه دستگیر شدنت رو میدانم. باز چی ها؟ اگه رمزی بچه این کار جسارت نمی کنند این طور نخواهند کرد. بده کرده نمیتواند. نه رمزی نیست، دیگر کس است. کیست؟ چرا با من این کار رو میکنند؟ من نفهمیدم. فقط شنال ها؟ اصلا به تو گفتنی نبودم. اکنون میخواهم که بدانی. یکی از آدمانش را با آفیس فرستاده است.
بیا که کلانیش را نشان میداده باشد. حیاتی مرا معاف کردند، فرزندانم را از من جدا کردند، اما نمیفهمم که از من چی میخواهند. اگر حبس شوم آنها چی را به دست میارند؟ به خدا که من هم نمیدانم چی معمایی دارند، چی ترسی دارند. نصیب در روزهای نزدیک میفهمیم. گپ زن، تو رو گوش میکنم. چیزی که مسئله کردیم اکا زن بیهوش بود، من اون رو در باغ پرتافتم، بعد به پلیس خبر دادم. خیر، در اینجا چه مشکلی هست؟ میدونید نتیجه بد است، زن گریخته است. چی؟ پلیس ها جستجو کردن ولی نیافتند. نمیدانم بعد تأثیری سوزن دارو چخیل گریخته است. بالا زند، همه کار تو حرام است. این گپتان عیب است اکا، پلیس ها انیکو رو میابند. آن زن کجا گریخته هم میتواند. خیر، کار تو تمام، دوامش رو خودم حل میکنم. بالا زند. این سال مجلس اساتسیاسی سیاحی برای ما بسیار مهم است. همچون هولدینگ شانل باید قوامون را نشان دهیم. در این ساحه باید همه قوای ما را بینند. در حیات همچنین نیست؟ عیناً همین خیل است ملیس جان. همین طور نه عطیف؟ فهمیدم، بسیار خوب. من هم به مانند شما فکر کرده یک چند گزارش ها رو آماده کردم. آنجا آیدی در نیم ساله آینده مبلغ گذاری رو بسیار نکرده چه خیلی انکشاف کنه معلومات داده شده است. کسی به شأن و شهرت ما نقصان نآورد. بسیار خوب آماده کرده، بسیار خوب است. اگر پسند آمده باشد بسیار شد. به من پسند آمدنش مهم نیست. آخر در مجلس نماینده ما عطیف می شود. همه خیلی نه؟ فهمیدم، بسیار خوب. نایلش بسیار خوب. آفرین پسرم. من بعد کارها را نسل نورس پیش میبرد. جوانها دائم و دقت جلب کننده هستند. البته همین خیلی است ملیس جان. این وقتها فکر عطیف پریشان است و اگر تو با او یاریدی بسیار شاد میشویم. باور کنید چیزی که از دستم آید میکنم. مجلستان رو ویران میکنم. ببخشید جناب اکرم، باید عاجلا صحبت کنیم. مایلش با اجازت شما. بیا رفتیم. ملیس جان، رویت رو ترش نکن. مردها همین خیل هستند. زود سرشان گرم می شود. کاری ما باشد اصلاح کردن آن است. فهمیدی؟ تو با من باور کن و با مجلس تیاریت رو خوب بین. حالا می بینی که همه چیز خوب می شود. گفته هایتان درست است. یک دقیقه این رو تکرارا نقل کن که یگان چیز نفهمیدم. تینجی است؟ جانم، خبرهای خوش دارم گفته بودی و من حالا برای فهمیدن آن کوشش میکنم. با جناب اکرم با آخر رسیدن دعوای الوان اندج رو گفته ایستاده بودم. با آخر رسیدن؟ یک مشکلی شد. چی؟ آن زن گریخته است. تانیر، این چی؟ بس است. پوشیده صحبت کردنتان رو بس کنید. میخواهم بدانم که چی ها کردید. عطیف میروی؟ چه خیلی که میبینی؟ گزارش ها رو همراه از نظر گذرانیم گفته بودم. این تیاری به مجلس است. ملیس، من کاری ضرور دارم. تو تیار کن، من از نظر گذرانم و همراه گزارش رو پیشنهاد میکنیم. اما عطیف این بسیار مهم است. ملیس، با مانند گفتم شود. با کجا؟ سلیم رو خبر گرفته با کار میروم ینگا. همه چیز رو شسته جمع کردی؟ شستم. خانم سیرای، در کجاهایی که نمیگردی؟ فکر کردی امکت سوده است و همه چیز رو فراموش کرده است، اما من تو رو نظارت میکنم. سلیم رو با اینجا نمیآوری، فهمو؟
ба худо ки ба одам буданатон нигоҳ накарда ҳардуятонро дар назди дар мегузорам. янга, баъзан ҳайрон мешавам ки чаро ин қадар бераҳмед. ман бераҳмам? духтарам, агар ман намебудам ҳаёти ту маҳв мешуд. агар мо намебудем шумо дар кӯча мемондед. тамом янга, тамом, намеорам. оварда ҳам наметавонӣ. ба ӯ нигаред, забон дароз. беҳуда нагуфтаанд ки модарашро бину, духтарашро бигир. кӯрнамак. ҳаво баландиашро бубин. ба куҷо мерафтам?